سلام، من هوما هستم، فشن دیزاینر و فشن استایلیستم. این ویدیو دوم منه. تصمیم من اینه که با کلاینتی که از قبل داشتم و الان دوستام حساب میشن ویدیو درست کنم. کلاینت این دفعه من اسمش نویده که قراره امروز ببینمش. نوید حسابدار یه شرکت معتبر و بزرگ اینجا توی کالیفرنیا. آدمی که خیلی اهل اکتیویتی‌های مختلفه و از نظر من یه ماجراجوی جسوره. نوید عاشق موتور سواری و روبرو شدن با چالش‌های مختلفه. یه سگ خوشگلم داره که اسمش مایلوه. من هفته دیگه یه گروپ راید دارم، بعد میخوام که مقدار گیرم رو آپگرید کنم، ولی سرپاستم خیلی شلوغه، چند تا بزنس ترافل دارم و همش هم میتینگ دارم کل هفته. میخواستم اگه میتونی کمکم کنی که آماده بشم برای هفته دیگه. حقیقتش من خیلی تو گروهمون من خیلی ادوکیت سیفتی و گیر مناسب پوشیدن برای راید هستم. واسه همین می‌خواستم به بچه‌ها نشون بدم که میشه لباس مناسب، گیر مناسب پوشید که پروتکتد باشه آدم ولی استایلیش هم باشه در این حال. خاطر اینکه تو این رایدایی که میریم مسافت‌های طولانی میریم، بچه‌ها خیلی‌هاشون لباسای مناسب نپوشیدن به خاطر اینکه حالا میخوان راحت‌تر باشن یا استایلیش‌تر باشن. واسه همین می‌خواستم اینم اگه بشه تو کمکم کنی که یه نمونه‌ای از برای استایلیش ولی پروتکتد هم بهشون نشون بدی. حالا اگه کارت خوب انجام بدی شاید یه رایدی هم بود. از اونجایی که این اولین بار بود کسی از من خواسته بود براش لباسای موتور سواری بگیرم و قبلش راجبش تحقیق میکردم. خلاصه بعد از 2-3 روز سرچ کردن خوشبختانه خود مغازه‌ام کاتالوگای خوبی داشت که خیلی بهم کمک کرد توی تصمیم گیری. من 3 نوع آوتفیت مختلف برای نوید انتخاب کردم که اون در آخر تصمیم گرفت دوتاشو نگه داره. تا اینکه نوبت روز موتور سواری شد. من قبلا سوار ماشین نوید شده بودم و از اونجایی که خیلی با سرعت رانندگی میکنه حدس میزدم که توی موتور سواری هم همینطور باشه. تقریبا نیم ساعت من مخ نویدو خوردم و بهش گفتم که آروم بره. البته این دفعه اول من نبود که موتور سواری میکردم، ولی حالا از خوششانسی من اون کسایی که به من راید موتور سواری داده بودن آدمای حرف گوش کنی بودن. ولی این دفعه مثل این که قرار بود من تجربه دیگه‌ای داشته باشم و ما مثل جت پرواز کردیم. تقریبا بعد از 20 دقیقه که تمام راهو من جیغ زدم ما برگشتیم، ولی چون من در حالت سکته بودم دیگه فیلم از اون قسمتو بهتره که نذارم. و در آخر خوشحالم که نوید لباسشو دوست داشت و اینکه یادتون نره استایلتون همیشه قسمت جذابی از شخصیتتونه، پس حتما بهش اهمیت بده. One niggas getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but we both won't get me. We got 4 niggas and low riders and ski masks screaming thug like.